در ابتدای این بخش دعوت می‌کنم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر هرمز فامیلی، ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار، تا بیانات خود رو ایراد بفرمایند. خواهش می‌کنم تشویقشون بفرمایید در جایگاه حضور پیدا کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، اساتید محترم، ارجمند، دانشیان و کارشناسان ارجمند. خوشوقتم که از طرف برگزار کنندگان این سمینار، به ویژه مؤسسه علاءالدوله سمنانی، آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، مقدم شما را در این سمینار خوش آمد عرض بکنم. اجازه میخوام در این فرصت کوتاهی که در اختیار من هست، به لحاظ تاریخی بودن خودم مروری بکنم بر آموزش مهندسی عمران در 50 سال گذشته که من شاهد آن بودم. در ابتدای این دوره، یعنی 50 سال قبل، تأکید مهندسی عمران در دانشکده‌ها که همین منعکس میشد به ساخت و ساز در کشور، بر محاسبات، طراحی و محاسبات بود. یعنی سعی میشد که ساختمان‌هایی بسازیم که بتواند بار قائم را خوب تحمل بکند و رو پای خودش بایسته. 20 سالی ما به این صورت عمل میشد. کم کم متوجه شدیم که عدم توجه به روش‌های اجرایی درست، تکنولوژی، مصالح و غیره باعث می شود که سازه‌های ما نتوانند عمر کافی و مورد نیاز رو داشته باشند. بنابراین یه 20 سالی هم مشغول این کار بودیم. در دهه آخر 10 سال گذشته توجه شد که اگر ما هماهنگی بین همه اینها رو به وجود نیاریم و مدیریت صحیح وجود نداشته باشد، اینها هر کدوم ساز خودشون میزنن و ساختمان ها اونطوری که باید شاید مراجعه نمیشه. این بود که من فکر کنم مدیریت ساخت از 10 سال پیش مطرح شد که ما مدیریت بکنیم و کلیه این علم و تکنولوژی رو که در اختیار داریم ازش بهره برداری بکنیم، به صورتی که ما بتوانیم ساختمان های ایمن، پایدار و اقتصادی و سازگار با محیط زیست بسازیم. من فکر کنم بحث مدیریت ساخت هم همین باشد که امروزه ما مدیریت بشود، این علمی را که در اختیار داریم به صورتی بسازیم که بتونیم برای هموطنان خودمون ما این سازه ها رو به این صورت بسازیم و در اختیار بگذاریم. امروزه که ما مواجه هستیم با این فاجعه فرو ریختن برج پلاسکو که منجر شده تعداد زیادی از هموطنان ما شهید بشوند و جان خودشون از دست بدن و هر روز هم میبینیم که همه به هم اتهام میزنن که مسئول کی بوده است کی نبوده است. واقعیت را اگه نگاه بکنیم، بخش عمده از این مسئولیت به عهده ما مهندسین عمران هست که این ساختمان‌ها رو ساختیم. به این صورت بوده در 50 سال گذشته ساخته شده، توجه نشده به تکنولوژی. این ساختمان اگر به فرض با ساختمان بتونی ساخته میشد، هرگز این فاجعه به این صورت، به این شدت اتفاق نمی افتاد. حد اکثر یکی دو طبقه که انفجار شده بود یا میگن اتصال برق بوده یا چی بوده، هرچی که باعث انفجار این آتش سوزی شده، باعث میشد که در اون یکی دو طبقه خسارت وارد بیاد و بقیه ساختمان سالم میموند، همه ساختمان فرو نمیریخت. یا اگر از تکنولوژی های جدید برای ایمنسازی ساختمان در مقابل آتش که امروزه ما باش آشنا هستیم استفاده میشد، این خسارت صورت نمی گرفت. بنابراین مدیریت ساخت عرض کردم مجموعه و جمع کردن اینا هست، میتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم جلوی این خسارت ها رو بگیریم و نگذاریم
چرا از ساختمان بتونی امروز اون صورتی که من چون خودم بتونی هستم بیشتر تعصب دارم که این کار صورت بگیرد، چرا از ساختمان‌های بتونی ما استفاده نمی‌کنیم؟ یکیش همین بحث مدیریتش هست. مدیریت برای اینکه ما زمان ساخت رو کوتاه بکنیم. یه کارفرمایی که میاد تصمیم بگیره از اسکلت بتونی استفاده کنه یا از اسکلت فلزی، یکی از پارامترهایی که در نظر بگیرین سرمایه‌ای که من آوردم زودتر به بهره برداری برسه، بنابراین از اسکلت فلزی استفاده میکنم که زودتر ساختمون تموم شه و من بهره بردارم. امروزه در کشورهای پیشرفته با توجهی که به این بحث مدیریت اینا شده است، زمان ساخت اسکلت بتونی با فلزی تقریبا با هم برابری میکنه. خب بیایم این کار انجام بدیم. بحث دیگر این بود است که ساختمان بتونی از فلزی سنگین‌تر، فضای بیشتر رو میگیره. من یه فضای محدودی دارم، میخوام این ستون‌های من کوچکتر باشه، من بیام اسکلت فلزی بسازم که اینطور باشه. امروزه بتون سبک که ما ساختیم، بتون‌های با تکنولوژی جدید در حد مقاومت 7000-8000 کیلوگرم بر سانتی مربع ساخته شده. خب این اگه بتونیم استفاده کنیم دیگه نیازی نیست که ما کشور ما کشوری است که تمام امتیازات و مسائل ساخت بتون رو در اختیار داره. تمام منابع مورد نیاز برای ساخت بتون 75% بتون ما رو سنگدان‌ها تشکیل میدن. تا دلتون بخواد در کشور برم بده. برای چی بیام این فولاد در اون زحمت و اون کارهایی که هست ببریم در ذوب‌آهن از خارج وارد کنیم، اینو کار بکنیم برای اینکه این امتیازات کوچک رو مقاومت ساختمان‌های بتونی به مراتب بیشتر از ساختمان‌های اسکلت فلزی هست. عرض کردم اگر ما این اسکلت بتونی می‌داشتیم مشکل نمی‌داشتیم. بنابراین من باز هم تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان این سمینار که انشالله موجب بشود که علم مدیریت ساخت در کشور ما توسعه بیشتری پیدا بکنند و ما بتوانیم برای هموطنان خودمون ساختمان‌های عرض کردم ایمن، پایدار، اقتصادی و سازگار با محیط زیست. یکی از نکاتی که امروز بسیار باید بهش توجه بکنیم این آلودگی محیط زیست و سازگار بودن با محیط زیست هست. و بتوانیم میتونیم ما رو بازیافت بکنیم از مسائلی که استفاده کردیم که منابع اصلی رو اصل توسعه پایدار برای این است که ما کمترین منابع از طبیعی رو که متعلق به آیندگان کشور هست استفاده بکنیم و کمترین آلودگی رو برای محیط زیستمون ایجاد بکنیم. اینا رو باید بهش توجه بکنیم و مسئولیتی که واقعا به عهده ما هست باش متوجه باشیم و انشاءالله عرض کردم این سمینارها کمک میکند به ما که ما بتوانیم بهتر این وظیفه خودمون رو در مؤسسه عمران انجام بدیم. من وظیفه خودم میدونم از برگزارندگان این سمینار دانشگاه آزاد از طرف مؤسسه جناب آقای دکتر حسن اشعری و اساتید محترمی که از دانشگاه آزاد و انجمن مهندسی و مدیریت ساخت و سایرین که من اسامیشون رو ندارم تشکر بکنم و امیدوارم که این سمینار مفید باشه برای شما و مورد استفادهتون قرار بگیره. پایدار باشید. تشکر میکنم. تشکر میکنم از دکتر فامیلی عزیز. همونطور که ایشون فرمودند از مسائل بسیار مهم امروز جامعه جهانی که توجه زیادی رو به خودش جلب کرده و همه ما موظف هستیم نسبت به اون حساس باشیم، بحث حفاظت از محیط زیست هست